بپذیرید. افغان چمن امروز افتخاری میزبانی دو آوازخوان محبوب و انجر اطلاعی و پرجوش افغان اوبجان جوینده و نجیب جان نیکزاد را دارد. طبق وعده قبلی که ما با شما کرده بودیم، نجیب جان نیکزاد به سوالات ارسالی شما امروز پاسخ خواهد گفت. دوستان عزیز، با نسبت زیقی وقت و کثرت سوالات و همچنان زیادت علاقه‌مندان آواز نجیب جان، ما کوشش کردیم چندین سوالات که شما را ما می‌کنیم یک سوال مختصر بسازیم. خدا کنه که همه دوستایی که زحمت کشیدن بر ما نامه فرستادن جواب خود بگیره و همه تمام دوستایی که با کفی و امرای ما در بخش همکاری کردن یک جهان سپاسگزاری میکنم و همچنان از این دو نماینده محبوب ما که با وجود مصرفیت‌های فراوان وقت گرانبهایشان بر ما دادن و زحمت کشیدن تا اینجا پیش ما تشریف آوردن، یک جهان ابراز قدردانی میکنیم و تشکر شما را خوش آمدید میگیم. شما لطفاً داشته باشین مایک ما برگردید. سلام و احترامات ما را بپذیریم و یک اتفاق بسیار مقبول است که امروز نجیب جان اینجا بس سوالات شما جواب میده و ما تصادف در هالند بودیم و در این برنامه اشتراک کردیم که ما هم سلامت خود شما تقدیم میکنیم. من هم به نوبه خود سلامات و رحمت خدا خدمت فرد شما بینندگان عزیز تقدیم میدارم. از سایت اینترنتی افغان چمن جان سپاسگزار هستیم که برای همه ما شما این موقع را داده که از این طریق ما شما در تماس باشیم و سوالاتی که شما لطف کردین ارسال کردین برای سوالات شما جواب بدیم و خوشبختانه امروز اوبجان جوینده که یکی از هنرمندای مشهور کشور ما شما هستن، هنرمند محبوب که از تا دوران سابق با رادیو تلویزیون افغانستان هم همکاری داشتن و دو سیدی قشنگش و زیباش به دست ما شما رسیده. خاطرات خوشی داریم از اوبجان، از آهنگایشان و لحظات ما شما را همیشه با آهنگای زیبای خود با صدای قشنگ خود خوش می‌ذارن و این امروز میمان داریم ما شما. به دل بیننده ها خواهد بگرده که این دو نفر بین خود بخیر قرارداد کرده که تاریخ یک دیگر را بکنن. نه اوبجان واقعا آواز شما و علاقه‌مندان شما روز به روز زیاد شده میره و خدا زحمت زیادی را میکشین در این بخش و واقعا وبسایت ما همیشه بریخت‌های زیاد به ارتباط شما میگیره و همچنان به ارتباط نجیب جان همیشه علاقه‌مندان شما خوشی میکنن و از زحمت کشی شما همه خوش هستند. چون وقت ما بسیار کم است، یک هست دوستان عزیز میریم به سوالات ارسالی شما که اول متوجه نجیب جان میشه، بعدا امرای اوبجان صحبت ارسال داشتیم. نجیب جان محترم، یک دوست ما از اسلام آباد آریان جان سوال دارن که شما چند سالگی به موسیقی شروع نمودید؟ مشارکتان در این رفتار کی بود و استاد هم در این بخش داشتیم؟ من از تقریبا سن 9 سالگی یا 10 سالگی به موسیقی روی آوردم. واسه که من از اول آوازخوانی نمی‌کردم و در کورس کلاسیکی ایندیا با ستار آغاز کردیم و پیش استاد عرفان محمد خان یک چند ستار آموختم. باز بعد از اینکه اونا دوباره رفتن به هندوستان ستاره نتونستم تحقیق کنم، روی آوردم به آوازخوانی و فعلا 1-2 سال میشه که از استاد سندیپ بطاچاریان کمک میگیرم و اون مرا راهنمایی میکنه در بخش موسیقی کلاسیکی هندی. تشکر. سوال دوم تقریبا شما جواب دادیم. یک دوست ما به همشیره ما از بیجیم سوال کرده که برای علاوه کیبورد زیبایی که مینوازید دیگه با کدام نواختن کدام آلات موسیقی دسترسی دارید؟ ستار با خود زیاد دسترسی ندارم چون موسیقی قوق آتش وارش باید همیشه پکش و یعنی باید شما تمرین باشه، ریاض باشه. متاسفانه 10-15 سال اخیر هیچ با ستار دست نزدیم و یاد ندارم خلاصش بگیم، مگر در قالب از او به هارمونیا و اکاردیون کم نمی‌دونم. و سوال سوم ما را آرز جان گلباری از پشاور فرستادن که گفتن به نظر شما یک هنرمند خوب چه صفاتی باید داشته باشه؟ بسیار سوال مشکل است. هنرمند خوب به نظر من این سوال اوبجان چون پیش ما یک مثال خوب هنرمند خوب اوبجان است. سوال اوبجان جواب خوب داده. اوبجان با سوال راجع به شما شده، شما می‌جواب. خب هنرمند خوب نجیب جان راست میکنه
که سوال بر ما واگذار شد، به نظر من که دوستشی هنرمنده که همیشه تلاش کردم که یک چیزی که واقعا برای بالا بردن ماهیت موسیقی کشور مثمر بوده، او را کار بکنن و سرش زحمت بکشن و تلاش بکنن از کمیت کار کرده سر کیفیتش در قسمت انتخاب اشعار، در قسمت ترتیب موزیک و تمام بخشایی که البته بسیار مهم است در ترتیب و تنظیم موسیقی. این کار تکنیکی هنرمند و خود مسائل شخصی هنرمند که هر چقدر شکسته باشه و بسیار زیاد، چون موسیقی خودش یک کار معنوی است، زیاد سر معنویت کار بکنه، نه سر ظاهر و نه سر مسائل مادیات و چیزهایی که البته ما شما پیشن میدم دیگر. به نظر من اگر امی دوستی حرف یک هنرمند داشته باشه در ترکیب خود به نظر من هنرمند است. تشکر از شما هم نظر است این نجیب جان؟ کاملا به خاطر از اینکه هر هنرمند که هست از هر کشوری که باشه، هنرمند نمایندگی میکنه از کلتور و از زمانات کشور خود و هنرمند وقتی در جامعه خود موفق است که هنر خود با حفظ کلتور و زمانات خود به پیش ببره و کوشش کنه که به اصطلاح جنبه‌های مثبت کلتور و جامعه خود برای مردم بیگانه به اصطلاح نمایان بسازند. نام خدا به شما در جشن نرمیخان نشان دادیم کلتور موزیک افغانی و نام خدا با احمد پرویز جان و عبید جان جوینده و نجیم جان نگزاد به طریق عبده جولای کنسرت مشترکی داشتن در شهر نرمیخان. شما شاید از طریق وبسایت ما باز فوتوهایش و باز چیزا با دیده باشین. واقعا کنسرتی بود که اولین بار ما دیدیم که خارجی ها با موزیک افغانی رو می‌رقصیدن. با وجود تنوع گروپ های موزیک در اونجا از کشورهای مختلف بودن، اما کشیشی که در اونجا موسیقی افغانی کرد که ثمره همی زحمت کشی میسی هنرمند مرحوم بود. البته شما دوستای افغان خودشان زحمت کشیدن. عبید جان بسیار با آگاهی مقبول خود آغاز خوبی برای کنسرت کرد و اصلا احساس افغانیت و احساس موسیقی افغانی را عبید جان تداوش گذاشت که بقیش برای ما واسه بود. خواهش میکنم. خب البته موسیقی هر بخشش زیباست، هر فرق نمیکنه کدام ترتیبش. موسیقی اصیل افغانی ما ارمیا طبله است، اما بازی است که با گذشت زمان در هر پدیده تغییرات میده که قسمی که نجیب جان بسیار تقدیم میکنن این بسیار زیباست و قابل عزیز که آدم بشن و لذت ببره. من نکته که پرویز جان خرسند هنرمند محبوب